سال 1357 در تاریخ ایران ماندگار شده است. انقلابی مثل یک زلزله تار و پود جامعه را تغییر داد. برای فهم ایران مدرن باید اول به سالهای قبل از طوفان سفر کنیم. به زمانی که ریتم زندگی آهنگ دیگری داشت. تاثیر انقلاب نه تنها در ساختارهای سیاسی، بلکه در زندگی روزمره مردم، رویاها و واقعیت‌های آنها نیز منعکس می‌شود. قبل از انقلاب، ایران در حال مدرنیزاسیون سریع بود که اغلب با سنت‌های ریشه‌دارش در تضاد بود. در بازارهای شلوغ تهران و کوچه‌های قدیمی اصفهان، زندگی با سرعت دیگری جریان داشت. پیوندهای خانوادگی جوامع را به هم پیوند می‌داد و قدرت آنها در وعده‌های غذایی مشترک و جشن‌ها منعکس می‌شد. دین، به ویژه اسلام شیعه، جایگاه ویژه‌ای در قلب بسیاری از مردم داشت و مراسم آن در تار و پود زندگی روزمره تنیده شده بود. با این حال، در زیر پوسته سنت، جریان تغییر در حال شکل‌گیری بود. اشتیاقی برای آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر. انقلاب دوره‌ای از تحولات عمیق را آغاز کرد. سلطنت فرو ریخت و جمهوری اسلامی بر اساس اصول مذهبی جایگزین آن شد. پژواک انقلاب در تمام جنبه‌های جامعه ایران طنین انداز شد. دولت جدید قانون اسلامی را اجرا کرد که بر پوشش، تعاملات اجتماعی و بیان فرهنگی تأثیر گذاشت. نظام آموزشی نیز با تمرکز بر آموزه‌های اسلامی دستخوش تحولات اساسی شد. این تغییرات با ترکیبی از امید و نگرانی روبرو شد و زندگی میلیون‌ها نفر را شکل داد. شاید هیچ شهری به اندازه تهران پیچیدگی‌های تحول ایران را نشان ندهد. تهران که زمانی کلان شهری پر جنب و جوش و پذیرای مدرنیزاسیون بود، به صحنه شور انقلابی تبدیل شد. پژواک اعتراض و تغییر در خیابان‌های بزرگ آن طنین انداز شد، تضادی آشکار با دوران قبل شهر. تأثیر انقلاب بر تهران در تغییر خط افق آن قابل مشاهده است، که اکنون با مساجد و بناهای یادبود انقلاب مشخص شده است. چشم انداز فرهنگی شهر نیز تغییر کرد و هنرهای سنتی در کنار ظهور سینمای انقلابی و ادبیات تجدید حیات یافتند. میراث انقلاب ایران پیچیده و چند وجهی است. این انقلاب دوران حکومت اسلامی را آغاز کرد و جایگاه ایران را در عرصه جهانی تغییر داد. تأثیر انقلاب بر زندگی ایرانیان عادی، عمیق و ماندگار است و واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها را شکل می‌دهد. در حالی که دامنه کامل تأثیر آن همچنان در حال آشکار شدن است، پژواک انقلاب همچنان نیرویی تعیین کننده در داستان ایران مدرن است.